بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز شنبه 20 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری برابر است با 13 اکرب سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با سوم نوامبر سال 2023 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. آغاز کار ساخت 100 خانه مسکونی در قریه کشکک ولسوالی زندجان از سوی بنیاد خیریه خافی. دیدار معاون مقام ولایت از تعمیر جدید شفاخانه تداوی و نگهداری مریضان مبتلا به مواد مخدر. و جمع‌آوری 550 میلیون افغانی از درک چشمه‌های مختلف عوایدی از سوی اداره شاروالی هرات. مشروع اخبار. کار ساخت نزدیک به 100 خانه مسکونی در قریه کشکک ولسوالی زندجان آغاز شد. از این ساختین تعداد از واحدهای مسکونی از سوی بنیاد خیریه خافی پرداخت می شود. شعیب جلالی در زمینه گزارش می دهد. مراسم گذاشتن سنگ تهداب شهرک خافی در قریه کشکک ولسوالی زندجان. این منطقه که در زلزله اخیر ولایت هرات ویران شده، در آن حدود 100 خانه مسکونی به گونه پخته و اساسی از سوی بنیاد خیریه سلیمان خافی اعمار می شود. زلزله اخیر خانه های زیاد ملت را آسیب زد و زیاد تلفات دیدم. ما اقدام کردیم که 100 خانه را به هزینه شخصی خود خوب اختیار بازماندگان شهدا بگذاریم و اولین فرصت بود که دوستا عزیزان مشوره گرفته و به این امر خیر اقدام نمودیم. اداره محلی هرات نیز از جریان تلاش‌ها غرض ساخت سرپناه و ارائه کمک به آسیب دیدگان ناشی از زلزله در این ولایت خبر می‌دهد. د زلزله ځپلو سره د مرستو د لړۍ د تنظیم دپاره د اعلی قدر امیرالمؤمنین له طرفه څخه یو کمیسیون ټاکل شوی د شورای علما په سرپرستۍ کې څومره وړونه دننه په هیواد کې یا بهر له هیواده څخه چې کومکونه و نغدې و نور شیان راوړي هغه هلته تسلیمیږي. د هغو یو منظم سیستم دی. طبق هماهنگی‌هایی که امرای امارت اسلامی و مسئولین محلی گرفته شده، تصمیم بر این است که برای تمام کسایی که در این ناحیه آسیب دیدن خانه ساخته بشه حتی الامکان. فعلا یک مقدار شروع شده و بودجه هم از طرف خود امارت اسلامی آماده شده. اونا هم شروع میشه ان شاءالله. اگر ما سرما با ما زودتر نرسه ان شاءالله اونا هم شروع میشه. و در همین ناحیه‌ای که ما قرار داریم تقریبا در حدود 2000 واحد مسکونی ما ضرورت داریم صرف در همین ناحیه. اما آمارهایی که سرمیاش و دیگر ارگان‌ها مثل انکشافیات سرمیاش اونا گرفتن، حداقل ما 8000 خانه به کار داریم که در اولویت قرار دارن. آگاهان فرهنگی در هرات اقدامات افراد خیر و تجار را در جهت ارائه کمک‌های فوری به نیازمندان و همچنان ساخت سرپناه به آنان می‌ستایند. قطعاً به عطف توجه ثروتمندانمان، به عطف توجه کشورهای علاقمند، به عطف توجه کسانی که در این راستا میخوان مرهم گذاری بکنن نیاز بیشتر و مبرمتر احساس میشه. باید یادآور شد که همکنون کار عملی ساخت سرپناه به آسیب دیدگان ناشی از زلزله در ولسوالی زندجان ولایت هرات در چندین قریه جریان دارد. معاون مقام ولایت از تعمیر جدید شفاخانه تداوی و نگهداری مریضان مبتلا به مواد مخدر دیدار نمود. گفتنی است در جریان این بازدید سرپرست معاونیت مقام ولایت و رئیس حکومتداری شهری با مریضان مبتلا به مواد مخدر در این شفاخانه دیدار نموده و در قسمت رسیدگی و حل مشکلاتشان اطمینان دادند. به اساس گفته‌های مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات، در این مکان حدود 4000 بیمار مبتلا به مواد مخدر نگهداری و از سوی تیم‌های صحی برایشان خدمات دوایی نیز ارائه می‌گردد. مسئولان در اداره شاروالی هرات میگویند تاکنون 550 میلیون افغانی را از درک چشمه‌های عوایدی این اداره
جمع آوری و در پروژه های عامل منفعه در سطح شهر به مصرف رساندند. عبدالرازق راشد شاروال هرات میگوید که آنان این عواید را از درک محصول صفایی خانه ها و ساحات تجاری، لوایح و اشتهارات، غرفجات، پارک ها و پارکینگ ها و محصول دروازه های ورودی شهر جمع آوری می کنند. شاروال هرات می افزاید که عواید جمع آوری شده امسال به تناسب سال گذشته حدود 20% افزایش داشته که در بخش های کانکریت ریزی، داغگیری سرک ها، اسفالت سرک ها و غیر پروژه ها به مصرف می رسد. حاجی راشد علاوه می کند که آنان طی سال 1402 در حدود 120 پروژه را عملی ساختند که از این میان 50 پروژه کوچک تکمیل گردیده و باقی مانده نیز در حال عملی ساختن می باشد. چندین پروژه به ارزش بیش از 6 میلیون افغانی در قریه جنگان ولسوالی غوریان افتتاح گردید. این پروژه ها به هزینه بیش از 6 میلیون افغانی از قبیل اعمار دیوار استنادی به طول 350 متر به طرف شرق و 227 متر به طرف جنوب در قریه جنگان ولسوالی غوریان می باشد. شیخ یار محمد فاروقی رئیس هلال احمر در زون غرب میگوید این پروژه ها به مدت 2 ماه با هزینه پولی صلیب سرخ و هلال احمر در این قریه ایجاد خواهد شد. او میگوید که کارگران در این پروژه ها از همین مناطق بوده و افراد آسیب پذیر به کار گماشته شده و هدف ساخت این پروژه ها باعث جلوگیری از حوادث در زمستان و آینده می شود. گفتنی است که این پروژه ها شامل کانال و پلچک برای کشت و کار زراعتی و تخلیه سیراب ها می باشد. 6 تن از گردشگران از کشورهای امریکا و بریتانیا به منظور بازدید از آبدات تاریخی هرات به این ولایت سفر نمودند. این گردشگران میگویند که افغانستان جاذبه‌های توریستی زیاد دارد و آنان نیز به منظور بازدید از آن به چند ولایت سفر نمودند. این گردشگران از غذاهای محلی، مهمان نوازی و امنیت به خوبی یاد کرده میگویند که در آینده نیز پلان سفر در افغانستان را دارند. در همین حال عامل گردشگری ریاست اطلاعات فرهنگ میگوید که گردشگران از هر کشوری که باشند برای ما مهمان هستند و از ایشان پذیرایی میکنیم. و میگوید که برای گردشگران کتابچه‌های راهنمایی نیز داده می شود. مواد کمکی غذایی و غیر غذایی برای 288 فامیل آسیب دیده از زلزله در ولسوالی زندجان هرات توزیع گردید. به ادامه فعالیت‌های مدیریت عمومی حوادث نماینده هلال احمر ولایت هرات این بار با حضور همکاران هلال احمر افغانی و هلال احمر ایران برای 288 فامیل آسیب دیده از زلزله در قریه‌جات لنگر و مغول بچه ولسوالی زندجان مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردید. این در حال است که جمعیت هلال احمر افغانی از شروع زلزله در هرات تا کنون برای هزاران خانواده آسیب دیده از زلزله خدمات مختلفی از جمله ارائه خدمات در بخش‌های صحی و توزیع مواد غذایی و غیر غذایی انجام داده است. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز، درود بر شما. شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. یک شنبه شهر هرات احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 24، پایینترین 12 درجه سانتیگراد. غوریان احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 25، پایینترین 12 درجه سانتیگراد. کرخ احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 9 درجه سانتیگراد. و همچنین پشتون زرغون احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 24، پایینترین 13 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. آغاز کار ساخت 100 خانه مسکونی در قریه کشکک ولسوالی زندجان از سوی بنیاد خیریه خافی. دیدار معاون مقام ولایت از تعمیر جدید شفاخانه تداوی و نگهداری مریضان مبتلا به مواد مخدر. و جمع‌آوری 550 میلیون افغانی از درک چشمه‌های مختلف عوایدی از سوی اداره شاروالی هرات. بینندگان عزیز، از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت برنامه‌تان خوش. خدا نگهدار.